دوباره منم و شاسی ماشین خب امروز بود هم بریم درستش کنیم. داخل ویدیو قبلی یه چند تا جاشو درست کردیم، چند تا جا که کلان کردیم که چارچوب پلامی و الان یه بخشی از جای دیگه‌اش هست که میخوایم اونا رو درستش کنیم که داخل این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که میخوایم چیکارش کنیم و چه چیزایی میخوام بهش اضافه کنیم. پس همه من این قسمت اضافهش کرده بودم، همین آهنی که بهتون میگفتم میخوام از اونجا بشم تا اینجا، گفتم که اینو تیکه تیکه با بهش جوشش بدیم. اینا همینجور این قسمت جای رد شدن گاردون، میل گاردون. این برام همینجا. البته این هنوز پشتش جوش نخورد، باید پشتش هم جوش بدیم. فقط قراره بریم تقویتی ها رو وصلش کنیم. خب این آهن یه قسمتی دیگهش هست که میخوایم یعنی اینجا هم محکم‌تر بشه، هم ته گیربکس بیا روی این قسمت. خب که الان میخوایم بریم همین رو جوشش بدیم. من این قسمتش جوشش دادم، اون برش هنوز مونده. حالا بریم اینا رو درست کنیم با دو آهن تقویتی رو بذاریم که الان میریم ویدیوشو براتون میذارم. خب من اینم اضافهش کردم این آهن، این هم جوشش دادم و اون رو جوشش دادم اونجا و این مثلثی رو درست کردم. اینجا شو جوش دادم، اینجا هم جوش دادم که یه شاسی جلو صندلی ها هست. خب این دفعه اینا هم جوش دادم، موتور میاد رو سر اون اینا، گیربکس نهش میاد رو همین چون که اینا باید محکم باشه که موقعی که موتور زور میزنه اینا هیچ مشکلی برشون پیش نیاد. فعلا این کارش رو انجام بدیم. خب و بعدش حالا ما باید با تصمه، یعنی اون تصمه لازم باید اینجا مثل اون وریه، خب یعنی تقریبا مثل این باشه. یه مکپن یه همینجور چیزی خب این قسمت درست هم این بر همون بر. خب حالا شاید اون برش هم و دیگه اونجا هم که دیگه نمیخواد فعلا تا حالا شاسی میگه اینجا رسید. من که من جوشون دادم، یعنی ویدیوشو براتون میگم. برای بچه فردا شده من اومدم یه 4 تا آهن دیگه بهش جوش دادم. البته اینا رو باید بهش جوش میدادم. خب همینایی که بهتون گفتم با یه آهنی از اینجا بکشم تا اینجا همین جوش خورده، هم دوبرش و الان یعنی دوبرش جوش خورده. خب یکی هم از همین رفته به عقبش. خب یعنی الان دیگه شاسی محکم شد فقط به خاطر این 4 تا آهن. یعنی قبل این امکانش داشت بره پایین ولی الان دیگه کلا چیز شده، محکم شده. خب این مثلثی هم که جوش داده بودم بهتون گفتم. خب مسئله دیگه هم که هست شاسی اینجور برای این محکم‌تر بشه تو یعنی آیندهش اینجور بهتون میگم مثلا شکم دیگه نده ما باید یه آهنه یعنی در حد الان اندازه گرفتم اون 90 سانتی از اونجا بکشیم خمش کنیم بیاریم سمت این بر. خب یعنی از اونجا بکشیم تا اینجا. البته خب اینو نباید مثلا از بغل بکشیم و باید از زیرش بکشیم. خب فعلا دیگه هم دیگه باید یکی از اینجا و یکی اینجا براش درست کنیم، یکی هم اون بر این قسمت. ما که این کارو کردیم یعنی این آهنش رو اینا رو جوش دادیم. خب تازه بخش فنیش اینا شروع میشه، یعنی که دیگه باید بریم یه دیفرانسیلی بیاریم برای این عقبش. خب این مشعلی پلاس هم که بهتون گفتم اینو باید وصلش کنیم به دیفرانسیل، یعنی یکی از کار سختمون همینه، یعنی دیگه میشه برای اون قسمت اینا رو باید وصلش کنیم. بعدش دیگه همینجور قطعات پلوسش و سر پلوس و دیگه کمک و اینجور چیزا رو برای چرخا وصل کنیم. بعد اینا دیگه شاسیش که تموم شده تقریبا. دوستان اینم از این ویدیو بود. تا ویدیو بعدی می‌خوایم این بخش فنیش و اینا تقریبا دیگه می‌خوایم درستش کنیم. تا ویدیو بعدی. بای بای.